سلام، من بردیا صادقی هستم و داخل این ویدیو قرار بهتون یاد بدم که چه گیتاری رو بخرید، چه کیفی برای اون انتخاب کنید و اصلا گیتار چه خوبی‌ها و بدیهایی رو داره. اول از همه میریم سراغ کیف‌های گیتار که من اینجا 2 کیف گیتار دارم. یکیشون دیماه که یک کیس کاملا محکم و خیلی کاربردی رو داره، ولی اون یکی موسیقی عارفه ولی چندان خوبیتی نداره. حالا یکی از چیزهایی که ما برای انتخاب کردن کیف گیتار باید مد نظرمون باشه اینه که اگه ما میخوایم گیتار رو ادامه بدیم داخل فصل زمستون و پاییز هم باید از اون استفاده کنیم. پس اگه یه وقت بارون میاد که تو ایران به زور بارون میاد، ما باید انتخاب کنیم که کدوم کیس ضد آبه. البته اگه چنین نوازنده‌ای هستین که بتونید داخل هوای بارونی هم گیتار بزنید. حالا من میرم سراغ تست آبشون. کیس دیما که توصیه هستش کاملا ضد آبه، ولی موسیقی عارف ضد آب نیست. حالا میریم سراغ ضد آب بودن کیس دیما. کاملا اصلا خیس نشد و الان من بهتون ردش نشون میدم و آب داخل گیتار نفوذ نکرد و فقط نخهایی که این جلو بود آب رو گرفت و پس داد. حالا میریم سراغ کیس دیما یا همون کیس موسیقی عارف. الان قشنگ رو فرق این دوتا رو میبینید. شما نگاه کنید کاملا رفته داخل گیتار. الان من اگه به گیتار دست بزنم کاملا خیسه. حالا میریم سراغ قسمت های دیگه گیتار. اگه مسافت طولانی رو میخواید با گیتارتون برید، من پیشنهاد میکنم که کیس دیما رو بخرید که قیمتش هم حدود 1,200 و اگه بهترین کیس دیما رو بخرید 2,400 قیمتش که 2 تا پشتی داره و شما به این صورت خیلی راحت میتونید گیتارتون رو پشتتون بذارید و ببرید. حالا میریم سراغ کیس موسیقی عارف. کیس موسیقی عارف یه بند داره که اصلا بندش هم زیاد جالب نیست، کاملا کنده میشه زود، ولی برای مبتدی ها خوبه دیگه. خیلی هم یه دونه است، ولی اگه میخواد مسافت طولانی رو ببرید و گیتارتون سنگینه، من پیشنهاد میکنم که کیس دیما رو داشته باشید، به خاطر اینکه روی یه شونتون فشار میاره و ممکنه از ناحیه شونه و کمر آسیب ببینید. حالا میریم سراغ جا. میدونیم که باید کیس گیتار جا داشته باشه. خب اول میریم سراغ کیس موسیقی عارف که یه گیتار کاملا روش جا شده، کاملا یه گیتار توش هست، ولی اینجا زیپ داره که میتونی کتابای موسیقی و کاپو و چیزای دیگر هم داخلش بذاری. ولی حالا میریم سراغ کیس دیما که کلا یه فضای مجزا داره. این قسمتش آهنی که حتی شما میتونید یه بند دیگه هم آویزون کنید از اینجا اگه بخواید اینطوری بگیریدش، ولی خودش هم اینطوری داره. ولی کیس دیما هیچ جای نذاشته، ولی داخلش کیس دیما جا داره. یعنی شما فقط یه گیتار که گذاشتید کتاباتون هم میتونید روی گیتارتون بذارید. الان من بهتون کامل و واضح نشون میدم. نگاه کنید اینقدر محفظه خالی داره. پس توی این قسمت مساویان که جا، ولی موسیقی عارف نمیتونی کتابای بزرگی رو مثل ترانه‌های آفتاب
و کتاب‌های بزرگ دیگر رو حمل کنه. اینم نمونه کتاب ترانه آفتابه که یکی از بهترین کتاب‌ها برای شروع کردن گیتار. حالا میریم سراغ این که چه کتابی بخریم برای آموزش. کتاب‌های پیشنهادی من اینه که شما نه زیاد میاد هزینه میکنید نه زیاد وقت میذارید که حتما باید دنبال این کتاب باشید. این دوتا کتاب همه جا داره و شما میتونید از همه جا این دوتا کتاب رو تهیه کنید. یکیشون دفتر موسیقیه که برای نشون دادن نوت ها و تمام نشون دادن تمام خطهای موسیقی که به این شکل هستن که خودم هم داخلشون نوشتم به شما کمک میکنه. حالا کتاب ترانه آفتاب کتابیه که کاملا تمام ترانه‌های نوستالژی رو داخلش داره. حالا میریم سراغ کتابی که یکم پیشرفته تره. اگه تا اینجا ویدیو همراه من بودید ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید تا یه حمایت کوچیکی هم از من بشه. این از کتاب پیشرفته ترمونه که اسمش از فردیناند کارولی، ولی داخل سایت های آنلاین بیشتر است. ممکنه مثلا شما داخل سایت های آنلاین بیشتر پیدا کنید تا مغازه ها. این کتاب برای وقتیه که شما ترانه آفتاب رو تموم کردید و تمام نوت ها و آکوردها رو میدونید و میخواید برید سراغ گام های موسیقی. حالا گام های موسیقی چیه؟ گام های موسیقی اومده کتاب کارولی کامل و با چند تا آهنگ فردیناندو کارولی که در سال 1770 در شهر ناپولی ایتالیا متولد شده رو گذاشته اینجا و ما میتونیم ببینیم که کلا راجع به گام ها صحبت کرده و خوبی این کتاب اینه که یه سری نوشته ها داره تا به ما کمک میکنه که چه نوتی رو بگیریم تو چه زمانی، اصلا زمانش چطوریه، 1 و 2 و گفتیم سر و باید بزنیم یا سر ضرب. این کتاب کاملا تو این قسمت به ما کمک میکنه. حالا در ادامه کامل واسه تون زندگی نامه فردیناندو کارولی رو میخونم تا کاملا با ایشون آشنا شید و بتونید با این کتاب ارتباط برقرار کنید. حالا میریم سراغ قسمت اصلی، یعنی همون گیتار، که ما چه گیتاری رو بخریم و چطوری ازش استفاده کنیم. اگه اولین بار میخواید گیتار شروع کنید، یه گیتار ایرانی ولی جنس خوب که همینجا ندارم، میتونید از سایت های آنلاین معتبر سفارش بدید، ولی برای من کاملا ایرانیه و برای اینکه به شما کمک کنم بارکد و تمام اطلاعاتش رو داخل لینک کانال براتون میذارم. گیتار اولی که ما داریم میبینیم که ایرانیه و اینجا کاملا روش کار شده، نمیتونیم بگیم که خیلی بده و خیلی هم خوبه. برای کسایی که برای اولین بار میخوان گیتار رو شروع کنن گیتار خوبیه، ولی میتونید شما رنگای مختلفش رو سفارش بدید، ولی به نظر من رنگ شفافش رو سفارش ندید، به خاطر اینکه اینجا یکم برق میندازن و ممکنه هزینه خیلی بیشتری به شما بدن و به خاطر همین از نظر من یه گیتار ساده و معمولی میتونه کار شما رو تو این قسمت را بندازه. حالا ما چطوری باید گیتار بزنیم؟ در ادامه ویدیو کاملا با این گیتار میزنم و تمام مشخصاتش رو میگم. حالا میریم سراغ گیتار دوم که من بعد از 6 سال گیتار زدن تونستم بخرمش. گیتار دوم که همونطور که داخل چنلم ازش ویدیو گرفتم، یک گیتار کاملا زیبا از برند تاپسان که کاملا زیبا
و خیلی خوشگل روش کار شده. حالا ازم میپرسید تو گفتی گیتاری که روش شفافه رو نخریم، روش برق داره نخریم، چرا خودت خریدی؟ به خاطر اینکه من بعد از چند سال گیتار زدم تونستم این گیتار رو بخرم. وقتی شما اول گیتار رو میخری ممکنه بعد چند ماه بگی وای خسته شدم از این گیتار، نمیخوام دیگه بزنم. ولی من وقتی مطمئنم گیتار رو دوست دارم و ساز مورد علاقمه میام یه گیتار خوشگل‌تر میگیرم. حالا میریم سراغ اینم از کامل اینکه حالا این بارکد نداره ولی معرفی میکنم از کدوم فروشگاه خریدم در اتمام ویدیو. ولی شما میتونید از سایت های معتبر آنلاین هم گیتار تاپسان رو تهیه کنید. خب بچه ها، مهمترین بخش بعد از خود گیتار سیم گیتاره. سیم گیتار حکم بدنه ماشین رو داره که هر چقدر ایرانی تر و چینی تر باشه بیشتر میشکنه، بیشتر خراب میشه. این همونه. شما باید جوری که با ماشینتون رفتار میکنید با گیتارتون هم رفتار کنید. یعنی موقعی که شما ماشینتون رو تمیز میکنید باید با روغن لیمو یا با همون دستمال خیس یکم اینجا رو تمیز کنید. گیتارتون هم حس داره و به نظر من بهترین ساز برای کساییه که میخوان نیمکره چپ و نیمکره راست مغزشون به کار بیفته. به خاطر اینکه ما از 2 تا دستمون داخل گیتار استفاده میکنیم، یک دست چپ و یک دست راست هست. این به ما کمک میکنه که هم داره نیمکره چپ مغزمون کار میکنه هم داره نیمکره راست مغزمون کار میکنه. حالا این میاد کجاها کمکمون میکنه؟ مثلا تو ورزش مثال میزنم، والیبال که خودم میرم و خیلی از مقام هایی که داشتم و از اون ورزش به دست آوردم. حالا چی کار میکنه؟ این میاد وقتی که شما میخواید عملی رو داخل اون ورزش انجام بدید میاد کمکتون میکنه که توپ داره از کدوم ور میاد. قشنگ آنالیز میکنید و همون موقع مثل والیبال زیر اون ساعد میگیرید که بتونید دریافت خوبی رو داشته باشید و مثل گیتاره که نیمکره چپ و راست مغزتون رو تقویت میکنه. خب حالا میریم سراغ سیم گیتار. سیم گیتار اصلا ما چرا باید عوض کنیم؟ به خاطر اینکه این 3 تا سیمی رو که میبینید کاملا فلزی هستن و از اونجایی که میدونید فلز هم زنگ میزنه و این 3 تا سیمی که میبینید نایلونی هستن که با نایلون فشرده ساخته شده، ولی اینا ممکنه ریش ریش بشه و دست شما رو اذیت کنه که به خاطر همین ما میایم هر 6 ماه و تهش هر 1 سال سیمای گیتار رو عوض میکنیم. الان من میتونم چند تا سیم معتبر برای عوض کردن سیم گیتار بهتون معرفی کنم، ولی نیازی که شما کامنت بذارید تا همون لحظه جوابتون رو بدم. حالا من میخوام یکم با این سیم گیتار بزنم ببینم اصلا چطوریه سیم گیتارش. من میزنم ببینید کجا خط و خش میاد. حالا ما این سیمش رو خیلی وقت عوض نکردیم، نگاه کنید کجا خط و خش میاد. اینجا رو میبینید. من دارم آکاوادو میزنم ولی آکاوادو عادی صداش داخل گیتار تاپسان من کاملا متفاوته. حالا چرا؟ الان میزنم نگاه کنید. دیدید چقدر سیمشون با هم فرق داشت؟ این سیمش خیلی وقت کوک نشده و این سیمش خیلی وقت کوک نشده، ولی چه تفاوتی با هم دارن؟ این گیتار نوعه. این گیتار ما باید انقدر کوکش کنیم تا جا بیفته و وقتی سیماشو عوض میکنیم باید انقدر کوکش کنیم تا جا بیفته. حالا این گیتار رو من یکم خشدار زدم واسهتون که بدونید اگه سیمتون بد باشه چطوری صداش در میاد. حالا اینم معمولیشه. چقدر صدای شفافتری به ما میده.
شد از گیتار زدن با این سیم که حالا من سیما رو کاملا بهتون معرفی میکنم و اگه تا اینجا ویدیو همراه من هستید ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید و از ما حمایت کنید. حالا میریم سراغ گیتار دوم. یکی از مهمترین چیز برای گیتار کوک کردن گیتاره که با این قسمت گیتار انجام میشه. یعنی وقتی سیم شما مثل این صدا بده، یعنی صدای معمولیش نیست، پس شما باید کوک کنید. حالا اگه برنامه کوک کردن میخواید شما میتونید داخل این ویدیو واسه من کامنت بذارید تا من جوابتون رو بدم، ولی مطمئن باشید که حتما باید چنل رو سابسکرایب و لایک کرده باشید تا من جوابتون رو بدم. حالا میریم سراغ گیتارهای پیکاپ دار که این پیکاپ داره و به اسپیکر وصل میشه. این گیتارهای پیکاپ دار وقتی روشنشون میکنیم، حالا این باتریش تموم شده، وقتی روشنشون میکنیم ما با این قسمت میفهمیم که کوک دارن یا ندارن. این هم مزایای گیتارهای پیکاپ داره، ولی حدود 2 تا 3 تومن افزایش قیمت داره و اگر هم خواستید یه گیتار معمولی داشتید و دوست داشتید پیکاپ بذارن روش، شما میتونید سرای محله شاهین رو روزای 5 شنبه گیتارتون رو بیارید داخل سرای محله شاهین تا من و آقای محمود آبادی روی اون پیکاپ نصب کنیم و کاملا این عمل تضمینیه. حالا میریم سراغ قسمت هایی که ما انگشتا رو میگیریم، یعنی همین فرت ها با قسمت های آهنی که اینجا هستن معلومه. این آهن اصلا نباید زده باشه بیرون، ولی این آهن زده بیرون. حالا ما اینو باید چی کار کنیم؟ ما اینو میدیم به یک کسی که تو زمینه موسیقی خیلی فعالیت داره و کارش تعمیرات گیتاره و ما این کار بهش میدیم تا کاملا این قسمت رو سنباده بزنه و دیگه دستمون از شکستن ناخن وقتی ما بخوایم اینطوری گیتار رو بگیریم. اگه شما خیلی بد زده باشید، مثلا باره رو بگیرید ناخنتون گیر کنه اینجا، ناخنتون میشکنه و جلوگیری از این اتفاق بشه و ممکنه حتی پوستتون هم ببره. حالا میریم سراغ چیزهایی که گیتار داره و شما اصلا نباید ازش بترسید. وقتی شما حقیقت گیتار رو میخواید آکورد بزنید یا نوت بزنید، باید این سیمو محکم بگیرید تا صدای شفافی بده. دیدید چقدر صدا شفاف بود؟ ولی در آخر چی شد؟ انگشتای من 3 تا جا انداخت که اگه بگید با اینا دردم میگیره و اینا کاملا سوسول بازیه، ولی شما میتونید با بستن تیپ والیبال یا چسب روی انگشتاتون از این عمل جلوگیری کنید که برای سوسولاست که من مطمئنم شما سوسول نیستید. حالا میریم سراغ گیتارهایی که میخوایم انتخاب کنیم. ما اصلا چه گیتاری انتخاب کنیم؟ داخل رنج 10 تا 5 تومن میتونید برید داخل سایت های مثل دیجی کالا و توراب، از اونجا میتونید انتخاب کنید و اگرم دوست داشتید که ما نظرمون راجع به گیتار بدیم، میتونید شماره ما رو، من داخل کپشن شماره ما رو گذاشتم و شما میتونید به ما پیامک بدید و عکس گیتاری که میخواید بخرید و ارسال کنید تا ما نظرمون رو راجع به گیتار بدیم. و قسمت های دیگه داخل رنج 10 تا 15 تومن من تاپسان رو بهتون معرفی میکنم که خودم 15 تومن خریدمش. رنج 15 تا 20 این هم باز میتونید برید داخل میدون انقلاب، اونجا پیدا میشه گیتارهای یاماها فیک ولی داخل چین تولید میشن دیگه. گیتارهای یاماهای ژاپنی به زور پیدا میشن و اگه شما خواستید یه گیتار یاماها ژاپنی بخرید شما میتونید از سایت ما سفارش بدید که حدود 30 تا 40 تومنه و اگرم خواستید میتونید زیر این ویدیو کامنت بذارید تا من کاملا شرایطش رو برای شما توضیح بدم. و به نظر من بهترین گیتاری که شما میتونید بخرید
داخل رنج 50 تا 60 تومن همون یاماها اصله که ممکن کلا 15 تا 30 تا گیتار داخل میدون انقلاب باشه که مرکز گیتار و سازها رو داره و ما میتونیم اونجا برای شما پیدا کنید. و اگه شما کامنت بذارید و ویدیو رو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، ما میتونیم به شما کمک کنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو دوست داشتید ممنون میشم که سابسکرایب، لایک و زیر این ویدیو کامنت بذارید تا دلگرمی ما بشه. من بردیا صادقی، مدرس گیتار داخل سرای محله شاهین کار میکنم و هر پنجشنبه ها با قیمت 1 تومن به جای نیم ساعت واسهتون 1 ساعت و نیم کلاس میذارم تا کاملا به شما یاد بدم. و اگرم دوست داشتید آنلاین این کار رو انجام بدید قیمت 1,300 و شما میتونید با کمک من و آقای محمود آبادی دوره گیتار رو کاملا بگذرونید. تا درودی دیگر، بدرود.